درس مثنوی در مکتب خیبر شندان، دفتر 2 بیت 3373 توسط مولانا عبدالواحد. موضوع سیاه دلی. نشر و پخش مرکز علوم قرآنی سوران. ماه ذوالقعده 1436. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوا کردن آن شخص که حق تعالی مرا نگیرد به گناه و جواب گفتن شعیب علیه السلام او را. آن یکی می گفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب. در زمان حضرت شعیب گوشتی به که الله تعالی بعضی جرم گناه عیب چمن دیسته بر من نگی. چند دید از من گناه و جرمها و از کرم یزدان نمیگیرد مرا. ترجمه ضرورت نہیں. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب، به طور مخفی غیبی حضرت شعیب صحیح گفت که بگفتی چند کردم من گناه و از کرم نگرفت در جرمم اله. از من جرمم من خدا نگه. عکس میگویی و مقلوب ای سفیه، ای رها کرده رهو بگرفته تی. تو چپکا چپیه گوشه، عکس گوشه. مقلوب هم عکسه، چپکا یعنی گفتگیه. ای رها کرده رهو بگرفته تی. راه دویل کرتا میدان پٹت گفتا که بی راه راه. چند چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا بسر. سلاسل جمع سلسله ہیں و سلسله زنجیر گوشه. در سلاسل مانده ای یکشنت دست لگی و نه ترگیبتو مزنجیرا پتا تو بسته دور دادا. عکس میگویی و مقلوب ای سفیه، ای رها کرده رهو بگرفته تی. میدن تی که سرگردان میده. بومبستت گیر کرتا. چند چندت گیرمو، ای گفتار پروردگاره و تو بی خبر. در سلاسل مانده ای پا تا بسر. از پا تا بسر مت سلسله هم بسته پتا تگه. در سلاسل مانده ای پا تا بسر. زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، رنگ تو بر شما نسخه هنچه؟ رنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. زنگ تو یا رنگ تو؟ رنگ زنگه؟ زنگ تو بر توت ایت دل سیاهی ت دل زنگ سر تو کپتا و ای وحدت تو سیاهین دیگی بودتا گئے، سیاهین قیتریه بودتا گئے. کرد سیمای درونت را تباه، همه ت زنگ دل ت درون تباه کرتا. مثل یک دیگ سیاه بودتا گئے. بر دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد ز اسرارها. سرت دل زنگ کا دگ زنگ کا دگ زنگ کا سیاه سیاه در رت. مثل یعنی دیگ، مثل گوری. جمع شد تا کور شد ز اسرارها. جمع بوده یعنی بر دلت جمع بوده تا کور شد دلت از اسرار، از چون چیزی که معارف خدایی. گرز زنده آن دود بر دیگ، گرزند آن دود بر دیگ نبی، آن اثر بنماید در باشد جوی. اگر نوکین دیگی تازه به آتشی کنه زغال نون که سیاهیان کپه، این سیاهی بر دیگ جدید
لکه یعنی مشخصه و دیگه که قدیمیه شب رو مترون بوده سرپادنگ بوده آئی دیگه سیاه ہے پد هر سیاهی بلگی جاہنے آئے تی گناہاں سا کثیر بوتے خدا تی دل سیاه کرتا و تو تی جرم نزانه همشی یک گرفته چوهی بچی گشتر گناه کنه گشتر ما عذاب به خدای گرفته گر زند آن دود بر دیگ نوی آن اثر بنماید در باشد جوی اثر بنماید اثر نشان دن چک پیش داری اگرچی به اندازه یک جوی هم بی سیاه کل دیگم به اندازه یک جوی یک سیاهی کافته واش نشانی دن زان که هر چیزی به ضد پیدا شود بر سفیدی آن سیاه رسوا شود چون که چیزم به ضد زانگ بی سردی به ضد گرمی زانگ بی گرمی به ضد سردی زانگ بی سیاهی بر ضد سفیدی زانگ بی سفیدی بر ضد سیاهی زانگ بی کوری بر ضد بینایی زانگ بی بینایی بر ضد کوری زانگ بی چه چیزی که ضدی نی زانگ ندی زان که هر چیزی به ضد پیدا شود ظاهر شود بر سفیدی آن سیاه رسوا شود اگر سیاهش و یک سیاه لکه جنید آئی پتہ ظاهر نکن چونکه سیاه و سیاه گویا که ضد نه حافظ محمد گرفتی خطایا ضد و ضد سیاه و سیاه شان ضد نه اشی هم سیاه نه تو یک دیگه سیاه چپ پڑے جات اشی معلوم نکن سفیدی با سیاهی ضد سردی با گرمی ضد چون سیاه شد دیگ پس تاثیر دود بعد از آن بروی که بیند ای انود دیو تی دل بنابر جرم و گناه کرته که سر به سر الله تعالی تی دل زنگی کرته سیاه کرته ای وادی تو نگنده چون سیاه شد دیگ یعنی دیگ دلت پس تاثیر دود که یعنی اثر گناه بعد از آن بروی که بیند ای انود انود معنی سرکش نافرمان زد مرد آهنگر که او زنگی بود دود را با روش هم رنگی بود سیاه مردم زنگی افریقایی روشتا سیاه شبرا آهنگری بکن جوشکاری بکن نو دیمی هم سیاه ای روگنان که لچه به دیمی آهنانی یا دستانی شاه هم سیاه سیاهی بر سیاهی چونکه ضد نه مخالف نه موافق جاه نه مرد آهنگر که او زنگی بود دود را با روش هم رنگی بود روش یعنی رویش مرد رومی کو کند آهنگری رویش ابلک گردد از دود آوری یه مردی هستن شی روم نندوکه چین نندوکه امریکا افریقای نندوکه نوشی رو آهنگری کن وقتی که آهنگری کن نو چود دستان چک که نصفش سیاه ابلغ ما سیاه و سرخ چک چگار نقش و نگار نو سر ایز رومی امریکایی چینی ژاپنی چکن جاہی آئیں سر افریقائی جاہنے آئیں چرا کہ زد نقیز موجود ہیں ننتے دل اگر صاف بوتے گناہ سیاہ ہمیں گناہ کابتے تو حیران پریشان تو خدا میں گیا ہوا من وچین گناہی مبتلا من چون کنن دیگه چپجه دار بروان چیخشی آقای هم کلاسی ها مرد رومی کو کند آهنگری روش ابلک گردد از دود آوری پس نداند زود تاثیر گناه تا بنالد زود گوید ای اله
एक कसे कि दिल सियाह है زود متوجه نبی که وچه من جرمی کو موت بدبخت کو موت عذاب گشتر کو موت پروردگار گشتر ناراض کو تا بنا اگر اثر بزانتین گناه ہے فرمان چیه گڑھرا پیش پردو اللہ نالت و ایک گناه صاف کو توبه ہی کو بداند ہے پس بداند زود تاثیر گناه درست ہے بل ترجمه ماند کو شاید ایک گناه نداند پس نداند چونکه دل سیاه تو نداند ہے پس نداند زود تا یعنی کسی که دلش سیاه است پس نداند زود بدل مکنه پس نداند زود تاثیر گناه تا بنالد زود گوید ای اله تک زود متوجه بید من یک وقت سل بیتم برای کچرب شده بید دست رومیه سفید دستی لکی کابتا سردستی پاک مردمانی گنده باباشی من زودتر زود کنم اما جلسه نندگیه من زودتر توبه و ناله بکنم شیپا کنم من به جلسه فرشتگاه نندگیه خب چون کند اصرار و بد پیشا کند خاک اندر چشم اندیشا کند چون کند اصرار یعنی بر گناه اصرار کن یک بر کو پدی کم اصرار چسبتا چون کند اصرار و بد پیشا کند بد پیشا جرم و گناه کن خاک اندر چشم اندیشا کند ایشی مت اندیشه یعنی چشم دل خاک ریچی وقتی در چشم خود دل از گناه خاک ریچی چشم دل گناه کوره بی چشم دل کور بو دیگه توبه و استغفار نزن توفیق عبادت نبی چون کند اصرار و بد پیشه کند خاک اندر چشم اندیشه کند مت چشم اندیشه دل خاک ریچی توبه اندیشد دگر شیرین شود بر دلش آن جرم تابیدن شود توبه اندیشد توبه نکن فکر نکنه که اصلا من توبه کنم چیون کرتا مگم حدیث پاک ہے تو جرم کنه آخر آنجو صاحب کم ماشین بالتا توبه اندیشد دگر شیر توبه نکن که پد توبه اندیشد دگر پد همه گناه لذت پناهی شیری نبی همه سیاهو پناهی خوب بی توبه اندیشد دگر شیرین شود بر دلش آن جرم تابیدن چی؟ تابیدن توبه اندیشد دگر شیرین شود بر دلش آن جرم میماند تابیدین شود کم رفتا دیگه بیدینی بی ولیکن دین اسلام شی خدای گرفت نه چیه دیگه توبه اندیشد دگر شیرین شود بر دلش آن جرم تابیدین شود آن پشیمانی و یا رب رفت از او شست بر آینه زنگ شست یعنی نشست شو هم شسته؟ شست من نشسته شست یعنی یه شست نشست شست بر آینه زنگ شست تو یه شست برابر ها؟ ایده شست تو گناه اولین شستشی واشتر لگی نسخه هم پرک کنه مشکل نه یعنی چی؟ شست یعنی نشست بر آینه زنگ دل شست برابر یک توکه پا دیگ توکه شنوشی کجا خیر زن کجا شر زن شو دیگه لپاشان کم شده من نگی آهنش را زنگها خوردن گرفت آهن دلش را آهنش را زنگها خوردن گرفت گوهرش را رنگ کم کردن گرفت گوهر براقه اول براق گوهر دلیت کم کم رنگ ضعیف بو ای گوهر دل کو بودی آخر زنگه بنا رنگ بیواشتن چون گوهران زنگه نکنه آهنان زنگه کنه گوهرش را رنگ کم کردن گرفت
رنگش ضعیفتر تر راخه هیچ اصلا په کرانی هم نزوری وشید قلبا. مولانا چې یک مثال یاری چونکا ما گڑبڑ بیان خرا چون نویسی کاغذ اسپیت بر آن بنشته خوانده آید در نظر یا آن نوشته درسته. چون نویسی کاغذ اسپیت بر آن نوشته خوانده آید در نظر یا کاغذ اسپیت اینه ها قلبه تو سرشید نویسته اولین نوشته تی واش مانگ بی نو همه کاغذ جنده کلم زوره دومی گاشتن پس سر همه کاغذ نویسه ای گاشته شاید پزور اولینن دومینن تشخیص ده پس سیمی گانی سری نویسه گرده هور لوڑ میں هیچ چیزانه نویچی بود. چون نویسی کاغذ اسپیت بر آن نوشته خوانده آید در نظر چون نویسی بر سر بنوشته خط فهم ناید خواندنش گردد غلط کان سیاهی بر سیاهی افتاد هر دو خط شد کور و معنی رو نداد. ای معنی اولین دومین هر دو کور بود هیچ به معنی و مقصدی چه نشنگندگی نبود لفظ نتوانه بوانه معنی چیزانی چی بود مقصد معنی مقصده چون که شاید با بلوچی نویسه که پس مارد ترجمه بده که معنی کنگ مبی ور سوم بارا نویسی ور سراش بس سیاه کردی چو جان کافرش. پد سیمی گانی اگر تو بلوٹه بنویسه بسری با ہما یاکن کلام کے رنگش ہم یاکی ایک اشتان کہ ہنچت سیاہ کو کشاند کافر دلیت کو تاکہ کچھ مسلمانی بیتے اسرارت کو سرگنا اسرارت کو سرگنا اسرارت کو سرگنا سیاہ مقالمی مشمان خدا ونگی اچھ کشی. پس چه چارا جز پناه چارگر نا امیدی مسو اکسیرش نظر. پس چه چارا ای وقت چارا سازی چیه دل وسیع بود. پس چه چارا جز پناه چارگر ها جوابش این که بجز بریم با که چارگر مشکل کشا ہمائی کے کیمیاگری اکسیر یک کارخانه یک عملی که بے قیمتانه با قیمت کم بے ارزشانه با ارزش کم بجز اکسیر دیگه هیچ کاری نیسته. پچی وقتی سیاه بوتا نه پا صابون دارید نه پا برق دارید نه پا امریکا دارید نه امریکا یہ وقت سیاه بوتا یہ وحدی فقط منطق که ہمیں لوہی کا بده اکسیرگر پد دور دمت کورا پد اجنوک دسته دوم لوہی کندر کا دیکھ رہا ہیچ نہیں. وہ اکسیرگر اللہ ہیں تو پیغمبران ہیں تو نائب پیغمبران. پس چیم چارا جز پناہ چارگر نا امیدی مسو اکسیرش نظر مس نا امید هیچ نظن که طلا چیه هیچ نظن من تغییر روان هیچ نظن که میشی گناه آلودگی روان به خدا پناه برم متوجه نه. یک اکسیرگر شیخ پیغمبری متوجه که او بابا چونه تو کیف حالو که هر بابا چی گندگی بیا یکم که مجاهد بکن چله تشکیل با چارمای تشکیل با تیلوی کو پر برم پاکستان لہڑی میں کورا آن جدا میں تو پتا دیکھوئے بے ہوا جشر رنگتا چونے نا امیدی ہاں بپیش او نہید تو ہرچی نا امید بے پروردگار شیر کا تازه درد بی دوا بیرون جهید یعنی مطمئن همچین درد کبتکش هیچ علاج نہیں هیچ فهمین دوایی نہیں برو تهنکایی دیم شد گسلی بکن توبه بکن دو رکات بکن چهار عشق بریچ تمام شد. نا امیدی ها بی پیش او نهید
تا ز درد بی دوا بیرون جهید درآیی. چون شعیب این نکته ها با وی بگفت، زاندم جان در دل او گل شگفت. حضرت شعیب این چیزان که متوجه کو اکثیریان لیکن دیگه چون شعیب این نکته ها یعنی نکته ها این پنده ها زاندم از همان لحظه جان در دل او گل شگفت. همه دلی جانی یک نوع گل شکوفه بوده. ملاحظه کجان به سر گفته مشکل نه. جان او بشنید وحی آسمان. آها همه سیاه دل، همه کور دل، همیشه که دلی چیه دی بارها بار سیاه بوده. گفت اگر بگرفت ما را کو نشان. گفته که خدا ما را گرفته نشانی چیه؟ نه این کارو متوجه گرفته نشان چیه؟ ما هنگ زیاد متوجه نه. گفت یا رب دفع من میگویدو، آن گرفتن را نشان میجویدو. گفت یا رب دفع من میگویدو. دفع یعنی من حضرت شعیب گو الله پد مناجات کو ای پروردگار چی من دفع کن تهلان کن یعنی پد ایرادگی توش خدا من گرفته نشانی چیه؟ گفت یا رب، یعنی گفت شعیب یا رب دفع من میگویدو، به من اعتراض ایراد یاری، آن گرفتن را نشانی جویدو، نشانی دلیل لوٹی. گفت ستارم نگویم رازهاش. چین قدر جرم کرتا یا نگوشن چون منی نام و منی صفت ستاره ای پوش آنی نگوشن. گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمزی برای ابتلاش. ابتلا یعنی امتحان و آزمایش. اگر یکی گوشم عادلا نگوشم، گفته شویه بشم نگوشم چون من ستارم من راز کو. اگر چی ای گوشته وقتی لوٹی که منش بگوشم اتخلقو به اخلاق الله، همیشه رازدار بی. چی گوشه آقای همکار؟ عجب چیز است. یک نشان که میگیرم او را، آنکه طاعت دارد از صوم و دعا. یک کنگبتن ایشیین که ما ایشیا اش صوم و دعا روچک و نماز توفیقی گیرم. همین توفیق میں چاہیے گفتن نماز و صوم روچک ہے مگر شکم ممکن گفتن آدھی گرانی نگوشیم اگر بیل چیر پتو بین چیر کالی میں کسی صحیح میں بھی. گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمزی برای ابتلاش. یک نشان که میگیرم ورا، آنکه طاعت دارد از صوم و دعا. میگیرم یعنی توفیق طاعت و از نماز و از زکات و غیر آن، لیکن یک ذره ندارد ذوق جان. این وقتی ذوق جان پاد ذوق روحانیت گار بوده، به نماز به روچک بشن توجهی نی شمین گرفته من گرگه آدیگران نگوشه ستاری کنه. می کند طاعت و افعال سنی، لیکن یک ذره ندارد چاشنی. آنچه عبادت رسمی کن مردمان که جماعت رو رو بی تو لوڑ بی تو ایت نماز کن بل محبت دلی نچسبی. خوب یک دو دل مچسبی ای بی نه دلی کشش نی دلی بیواره ذوقی نی. این عبادت هنچون الکی عبادتی یک ذوق چاشنی باید بدلی بی. خراسانی کوه همه دین خطای بگیر. می کند طاعت و افعال سنی، سنا بمعنی روشن و بمعنی بلند، لیکن یک ذره ندارد چاشنی. یک ذره ذوق هم چاشنی یک چیزی که مزداری کم غذایا. طاعتش نغز است و مانا نغز نی، جوزها بسیار و دروی مغز نی. اطاعتانی که انجام شدن ایشان خیلی زیبا معلوم به همشوار وضوگی نماز رو بل معنا که مقصد بی با دل بی ایشی نغز نه. نغز من خوب نه
جوزها بسیار و در وی مغز نه. یعنی اخلاصی نی ذوق نشی من گفته چی نشی گرگی همشیم. ذوق باید تا دهد طاعت بر، ذوقی بی باید، ذوق باید تا دهد طاعت بر، مغز باید تا دهد دانا شجر. همه لوبیا یک مایش کشین یا فرزن بادام یک مایش کشین یک مغزی من بی. اگر مغزی من نکتانه که پوچه کی ماش میں ای پیمین دانا کا کشین چوشین بادام کا کشین تانا کا پوچک ببین تاش خالی بی ایشی پد رشد نکن در نیته. اطاعت یک ذوق بید از ذوق شیشی گرگ بیتا. دانه ای بی مغز کی گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال. دانه ای ها مغزی من نی ایشی نحالی بوتا نکم و یک صورتی ها عروسه کی بوتا کی بی جانی پردوسی شکل فلانی شکل هر چه هستی ایشی یک خیاله بس و موجودش هیچی کرتا نکم. طاعتی که جانی من نی روحی من نی ذوقی من نی اطاعت هنچین رسمشی. چون شعیب این نکته ها بر وی بخوان، از تفکر همچو خر در گل بمان. چون شعیب این نکته ها بر وی بخوان، از تفکر همچو خر در گل بمان.